سلام بیننده های عزیز، خوش آمدین در سیناس کچن. امروز براتون میپزیم عدس. از عدس بسیار یک کباب مزه‌دار. بیاین که بریم شروع کنیم. سلام بیننده های عزیز، خوش آمدین در سیناس کچن. امروز براتون میپزیم عدس. از عدس یک کباب بسیار مزه‌دار. بیاین که بریم شروع کنیم. این دوستان عزیز، 2 پیاله عدس کار داریم. دیگه 1 قاشق نمک، 1 قاشق مساله شان، 4 تا 5 تا در دل خودتان سیر، 1 قاشق هم زردچوبه، 2 تا تخم مرچ سیاه، یام از آرد سخاری که از نیم پیاله کمک زیاد، کتی 2 تا کچالو. بیاین که بریم شروع کنیم. دوستان عزیز، کچالو و عدس جوش میتیم. این دوستان عزیز، ببینین که عدس ما چقدر نرم شده. کچالو یک جای. بیاین که بریم موادایش پرتیم که مرچ مساله ایش است که ایره گفتم پیشتر براتون. این زردچوبه، یام سخاری، یام مرچ سیاه، یام نمک، یام تخم مرغ، این یام سیرش که پیشتر نشانتان دادم، او را خوب مکس کردم، از ماشین کشیدیم سیره. این دوستا میبینین که تیار شد. میمانیم شال برای یک چند دقیقه باز که یخ کنه داغ است. باز بعد از او سرخش میکنیم. Go. این دوستا ببینین که چقدر خوب کریسپی و مزه‌دار شده. این بر کسایی است که کمخون است و گوشت خوش نداره. این دوستای عزیز، ببینین کباب من فاینال لوکش چقدر خوبش آمده. کباب شامی از عدس بسیار نرم و ملایم، مثل کباب شامی واره بسیار مزه‌دار است. دور از دلتان، جایتان هم خالی.